یعنی نگفتید که استاد همین کودکی خورد داشتم بعضا بسیار گریه میکرد پیش دنبالا برای خواندن میبردیم. همون خواندن دنبالا چی یاردم میکنه در همین دین خودمان هم نمیگفتید؟ الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. ما این قرآن را نازل کردیم و این قرآن شفا و رحمت است برای مؤمن ها. شفا دوا نیست. دوا احتمال است که آدم شفا مییابد، احتمال است که شفا نمییابد. اما الله تعالی قرآن را دوا نگفت، قرآن شفا گفت. قرآن شفا نگفت که به کدام بیماری ها، به بیماری های روحی یا به بیماری های بدنی نگفت، مطلق ذکر کرد. تمامی بیماری را در بر میگیرد، حتی بیماری هایی که و هم بیماری هست. مانند پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه انما شفاء العی السؤال، شفای نادانی سوال است. ببینید نادانی را هم پیامبر صلی الله علیه و سلم درد نامیدند. درد و هم درد است و هم بیماری هست، شفایش پرسیدن و علم است، آموختن است. یعنی قرآن شفای تمام انواع دردها، نه فقط دردهای بدنی و روحی، بلکه تمام انواع دردها را قرآن در بر میگیرد، شفا هست. بنابراین وقتی که آدم ها، منم شما چه خیلی گفتید خودتون که خوانده نمیتوانستید، مجبور به نزد یک آدم علمدار میرفتید. و الا اگر آدم خودش باید هر یک بنده مومن اقلا سوره فاتحه را درست خواند. این چنین یک سوره فاتحه برای یک آدم عامی کفایه نیست، باید اقلا سوره قل هو الله احد، سوره فلق، سوره ناس، مثلا آیت الکرسی، سوره کافرون، این سوره های معیده اقلا باید اینا حفظ داند. اگر رفت با همین سوره ها خودتون هم تبابت کنید میشد. لیکن از سبب آن که مردم ما سواد نداشتن، علم نداشتن، به نزد یک آدم علمدار می بردن. یا خاصتا بیماری هایی که روحی هست، مثلا جین دارد، شبانه خسته کوچه می براید یا کاری کردگش را خودش نمی داند، مثلا معلوم است که این آدم از طبیعت آدمی بیرون برآمده است. این کسلی ها البته این عامی ها نمیتونن تبابت کرده، درست است، ولی به نزد هر یک بی سواد و بسواد، آن آدمی که با علم و عمل و امانت در بین مردم مشهور نشده است، به نزد اونها نروید. ولی کدام روز من کسی پرسید، میگد به نزد یک آدم رفتیم یا خودش آمد میگد که هم تو دیدن زمان تو جین داری. این هیچ کس گفته نمیتونه تو جین داری، تو بی یگان علامت بله وقتی قرآن خواندید و گریه کرد، قرآن خواندید و خمیازه کشید، مثلا قرآن خواندید و یگان جایی بدنش درد کرد، این یکی از علامت های بودن جین مثلا. لیکن یا آدم هایی که به فسق و فجور معروف است، یا آدم هایی که از آنها بوی فالبینی و سحرگری میآید، هرگز به سوی آنها نروید. لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. در آسمان ها و در زمین ها کسی غیب را غیر الله جل و علا دیگه کسی نمیداند. فرشته ها غیب را نمیدانند، جبریل غیب را نمیداند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم اشرفی خلق، سیدی خلق، بزرگترین مخلوقات غیب را نمیدانند. قیامت کی می شود یا رسول الله؟ گفتن که مل مسئول عنها باعلم من السائل. در این مسئله پرسنده و پرسیده شده برابر هستند. همه در این مسئله ما علم نداریم. لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، نه پیغمبری فرستاده شده نه فرشته مقرب به سوی الله تعالی، نزدیکی الله تعالی، یعنی جبریل غیب را نمیداند. با برابری دیدن یک آدم تو جین داری، این یه علامت جادوگری و فالبینی هست. و این روز چقدر این خیل آدم های ظالم و این خیل آدم های گمراه بسیار شده.
البته کسی فالبین هست یا کسی سحرگر است وای کافر است، این معلوم است. لیکن شما هیچگاه وای مولای و اهل علم فکر نکنید، او بدبخترین خلق الله هست. این چیزای باید جدا کردن. اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتن که بچه‌هاتون گیرید به نزد علم دارا برید تا اینکه وای رقیه خوانند. خودتون خوانید، 7 مراتب سوره فاتحه خوانید به کودک، یا به آب صوف کرده آب را دهید، سوره فلق و سوره ناس خوانید، پناه طلب کنید از الله تعالی. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، من تو رو به پناه الله میگذارم از بدی تمام مخلوقات و موجوداتی که الله خلق کرده است. این دعاها رو میگویید، یعنی شرط نبردن. لیکن اگر یک آدم خودش نمیتوند خونده، اگر به نزد اهل علم رود خوب است، اهل علم باشد، آن آدمی که به شریعت عمل میکند، شریعت را میرساند به نزد همین آدم. بله